ما 61 سوال دیدم میبریم. عدد الکترون‌های قبطی آخرین الکترونی اتمی المنتی که در اصل تصویر یافته است معین کنید گفته است. ما به المنت دادگی من 18 تا آپشن پروتون داشته است. خب المنت 18 تا چی داشته است؟ پروتون داشته است. چرا من 18 گرفتم؟ برای که پیلوس است. خب اتم دوستی که جوش ما 0 میمونیم. در درجه اکسیدی اتم ها 0 برابر کن. 18 الکترون میشود. хорошо؟ اینا میتونم. یکم قبط 2 تا الکترون داشته. دوم قبط 8 الکترون. 2 8 به جمع میکنیم 10 میشود. عمومی 18 تا буде. چند تا نرسید است؟ значит اینجا 8 دیگه نرسید. 10 جمع 8 18. اثباتش. جواب درستیمون 3 وارد میشه. با سوال 62 هم دیدم میبرویم. خب سوال عیناً همین است. جای 18 با خلاص 16 اومد دیگه. خب المنت 16 تا буде. المنت 16 اتم گفته که جوش به درجه اکسیدش 0 16 تا چی دارد؟ الکترون دارد. خب 2 8 به جمع میکنیم 10 برای 16 شدن چقدر نرسید است؟ 6 نرسید است. значит قبط آخرین الکترون چند بوده است؟ 6 تا. جواب درستمون آورده میشه. سوال 63 عیناً همین خیلی است. عدد الکترون قبط آخرین گفته است. من آخرینی. خب اینجا با 15 اومده که المنت 15 تا پروتون داشته است. درجه اکسیدش 0 بوده است برای که اتم گفته که 15 الکترون. خب 2 جمع 8 10 چند تا نرسید است برای 15 شدن؟ 5 تا نرسید است. خب جواب درستمون قبط آخرین با 5 جواب وارد اس میشه.